همه کساز میخفین همه کسا بسنک سراد آمین آمین او بودی مکان خوبای ایمان دخت بلو پروردگار امرکو سند راز کنه مملکت ماند تینجی و امانی کنه از ایمان خارج نکنه گذشتگی ها مانه همشه طریقه رحمت کنه در همیش خانه نور بریزه از یقی نشوه اللهم صلی علی روحی سیدنا محمدین و آله اصحابه اجمعین برحمتک الله اکبر. باز یک مهمانی عالی قدر سرباز شجاع وطن یکی از شخصیت‌های وطن دو سبزیف رو برای سربلندانه ادا نمودن خدمت مادر وطن و با سر بلند برگشته با خاندان آمدن تبریک و تهنیت میگیم. بگذار در آینده شود که با خدمت و زحمت های خودش یک منفعت برای پیشرفت ترقیات مملکت خدمت به مردم با سهم خودش بگذاره. اونایی که امروز در سن سالشون با دعوت خدمت حربی رسیده است، انا اومده خطی همون بچه‌ها همسالای سن خودش انا صحبت و خوری بگذارونه، ملاقات کنه، ای خدمت نقل کنه. بخش کل با جانب و ورزش ناحیه بخش مینتداری خود را به سلطت عزیز میرساند و دیگر جوانان باید عبرت گیرند به مانند این شخصیت به خواهش خودش و به خدمت حربی رفته خرج خود را در نزد وجدان ایمان انصاف وطنداری اجرا نمایند. اما با چنین فرزندان با ننگ و آر ناحیه بخش میفخریم. بگذار همیشه سربلند و خانه آباد باشد. تاجیکستان به پیش، به پیش، به پیش.